دوستان این کتاب تاریخ خشکسالی است که پارسال منتشر شده. تاریخ خشکسالی در خراسان رضوی، عوامل، پیامدها و راهکارها، جواد دانشگاهی مشهد منتشر کرده که در اینجا ما گفتیم مشکل کم آبی چیه و چه راهکارهایی برای حل اون هست، اما متاسفانه خب گوش شنوایی نیست. اولین بار ما اینجا گفتیم در زمان شاه به اهمیت این موضوع کم آبی پی برده شد و اون زمان وقتی به چیزی پی برده میشد پیگیری هم میشد تا حل بشه، یعنی جدی پیشو میگرفتن و مثل امروز نبود که فقط یه سفره پهن کنن به اسم پروژه بخورن دور هم. از دانشجو بگیر تا دولتمرد باید پایکار می بود. حالا این ضرورت که احساس شده بود سال 47 یک دانشجو در دانشگاه فردوسی مشهد پایان نامه‌ای نوشت که اونجا هشدار داده بود. حالا این سال 47 میخوام بهتون بگم چه سالیه. سالیه که ما اصلا مشکل آب نداشتیم، یعنی در شمال و شمال غرب خراسان بارندگی به 500 میلیمتر در سال میرسید و ارتفاعات در قسمتی از سال پوشیده از برف بود. در قسمت‌های جنوبی و مجاور کویر بارندگی حدود 200 میلیمتر بود. در درود نیشابور 300 میلیمتر بارندگی وجود داشت و در قوچان 400 میلیمتر. با این وجود این کارشناس نسبت به حفر چاهای عمیق احساس خطر کرده بود. حالا در همین سال 47 یک طرحی اجرا میشه به نام آمایش سرزمینی شرکت ستیران. آمایش سرزمینی به زبان ساده اینه که توی کشور کجاها به درد چه کاری میخوره و به درد چه کاری نمیخوره، کجاها اگه کاری بکنیم، حالا مشخصا منظور کشاورزی و صنعت، اگه این کارا رو بکنیم آبها و محیط زیست به خطر میفته و کجاها به خطر نمیفته. در واقع یک نقشه هست برای حفظ منابعمون. آمایش رو شروع کردن و 53 تحویل دادن، یعنی 6 سال فقط مطالعهش طول کشید. حالا به این اعدادم دقت کنید چون بعداً میخوام بگم که فتنه 57 چه عمری از ما تباه کرد. خلاصش این بود که ما باید توی جنوب کشور توسعه ایجاد کنیم، نه مرکز و جاهای خشک آب پایدار نداره. قرار بود جمعیت ایران شیفت پیدا کنه به سمت جنوب و سال 78 پیش بینی میشد که 50 میلیون نفر در کرانه خلیج فارس و دریای موکران استقرار پیدا کنند. هم محرومیت زدایی بود هم حفظ منابع آب کشور، ولی خب متاسفانه تا اون 57 که اومد این مطالعات و آماده سازی ها و سرمایه گذاری ها همه رفت روی هوا دود شد. چی جاشو گرفت؟ سیاست مبتنی بر توکل. حالا اینم اگه بخوام به زبون ساده تعریف کنم، دیدید به این جوانایی که میخوان ازدواج کنن ولی سرمایه ندارن میگن توکل کن، خدا خودش درست میکنه، خدا روزی رسونه، از جایی میرسونه که تو خبر نداری، و بعد هم طرف میره توی زندگی و مثل خر توی گل گیر میکنه. حالا این سیاست مبتنی بر توکل هم همینه، یعنی میگفتن اینجا کشور امام زمانه، ما نظر کرده ایم امام زمان بارون میفرسته، شما هرچی میخوان کشاورزی توسعه بدید. این سیاست ادامه پیدا کرد تا اینکه صدای یه عده در اومد. واکنش چی بود؟ امام جمعه میرفت بالای منبر میگفت هیچ کس حق نداره جلوی حفر چاه عمیق رو بگیره. این شد که مثلا سال 80 در مشهد ما همچین چیزی رو می‌بینیم. مشهد رتبه اول تولید محصولات باغی و دامی خراسان رو داره، یعنی با افتخار تیتر زدن که ما رتبه اول شدیم. یک جای دیگه هم در فیض‌آباد مثلا که قلب صحرای خشک بود فیض‌آباد، 300 حلقه چاه عمیق حفر شد که محولات را به مزرعه سرسبز تبدیل کرد. هر چاه 70 هکتار زمین را به زیر کشت می‌برد. جمعیت این روستا نیز در کمتر از 6 سال 2 برابر شد. اقدامی که در نگاه اول تحول به نظر می‌رسید اما در واقع آبادانی کاذب بود که توازن بین منابع طبیعی و جمعیت را برهم می‌زد. هشدارها هم که اغلب از جانب کارشناسان بود، نه دولتمندان. کارشناسان مثلا اساتید دانشگاه فردوسی مثل اینجا دکتر علیزاده گفته کشاورزی میتواند محور توسعه باشد ولی نه کشاورزی ما. کشاورزی ما محور توسعه نیست، محور توسعه ما نفت است که با آن یک سری خرج‌های کشاورزی ما رو هم به دست می‌آوریم. حالا در مقابل نظر دولتمندا کاملا برعکس بود. اینجا حالا رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان گفته، ولی خب میشه گفت نظر غالب هست. میگن آنچه امروز برای کشور مهم است خارج نمودن اقتصاد از صادرات تک محصولی یعنی نفت میباشد و در این راستا توجه به بخش کشاورزی راهگشا خواهد بود. یعنی دقیقاً برعکس حرف کارشناس رو میزنه. این شد که منابع آب کشور ما نابود شد.